میثاق دوم، هیچ چیز را به خود نگیرید. وقتی هیچ چیز را به خود نگیرید، به آزادی قابل توجهی دست می‌یابید. در برابر جادوی سیاه ایمن می‌شوید و هیچ طلسمی هرچند قوی باشد نمی‌تواند به شما آسیب بزند. همه عالم می‌توانند پشت سر شما حرف بزنند و غیبت کنند و شما اگر هیچ چیز را به خود نگیرید از آسیب در امان خواهید ماند. ممکن است کسی عمدن یا غیر عمد بخواهد زهری عاطفی برایتان ارسال کند و شما اگر آن را به خود نگیرید زهر را نخواهید چشید. هنگامی که زهرهای عاطفی را ننوشید آنها را به عشق بدل می‌کنید و در هستی جاری می‌سازید. شما می‌توانید ببینید که این میثاق چند اندازه مهم است. هیچ چیز را به خود نگرفتن به شما کمک می کند تا بسیاری از عادتها و امور روزمره‌ای را که شما را در دام رؤیای دوزخ می اندازد و دچار رنج بیهوده می کند در هم بشکنید.